میگویند حقیقت دنیا 3 ساعت است. ساعتی که گذشته است آن را دیگر برگردانیدن نمیتوانید. ساعتی که در پیش است نمیدانید که به آن میرسید یا نه، زیرا مرگ در کمین است. ساعتی که حالا دارید این است حقیقت دنیا. پس همین لحظه که نفس میکشید بهترین فرصت برای عبادت است، فرصت برای عملهای نیک و اصلاح خود است. این لحظه را غنیمت دانید، از خدا بترسید و آن را هم برای زندگی فعلی خود و هم برای آخرت استفاده برید. اگر به لحظه بعدی رسیدید بدانید که نعمت بزرگی را صاحب شدید و اگر آن را بیهوده گذرانیدید چه زیانی بزرگ خواهد بود. پس هر نفس را با معرفت و حکمت سپری کنید، زیرا زندگی لحظه به لحظه می گذرد و تنها آنچه در آن انجام داده اید به شما خواهد